سلام دوستان و علاقمندان عزیز، امیدوارم حالتان خوب باشد. در هر گوشه از دنیا که هستین موفق و سلامت باشین. به کانال حیدری میدیا خوش آمدید. ما شما در جلسه 39 آموزش مایکروسافت ورد قرار داریم. آخرین جلسه از آموزش برنامه ورد می باشه. در جلسه گذشته یا جلسه 38 ما شما در تاب ریویو بودیم. تاب ریویو را تا گروپ هایدینگ را به صورت کامل کار کردیم. درس امروزی ما شما از تاب ویو شروع میشه. بسیار یک تاب کاربردی مهم در برنامه ورد است. امیدوارم که ویدیو را تا آخر با ما همراه باشین. در تاب ویو ما بسیار آپشن هایی که هاید است یا پنهان است ما کار میکنیم که چطور بتونیم از این آپشن ها در بخش نمایش تنظیمات ورد کار بگیریم. زمانی که تاب ویو را باز میکنیم در قسمت ما شما چندین گروپ داریم. گروپ ویوز است، امرسیف است، پیج موومنت است، شو، زوم، ویندو، ماکرو و شیرپاینت است. خب درس خود از قسمت ویو شروع میکنیم. ویو به معنای نمایش است. ما میتونیم که حالت متن از طریق گروپ ویو تغییر بدیم. حالت رید مود باشه تنها خوانده بتونیم یا حالت خوانش. پرینت لیاوت حالت نرمال صفحه ورد است که ما میتونیم از این حالت صفحه را چاپ کنیم یا فایل خود چاپ کنیم. ویب لیاوت داریم، حالت اوتلاین داریم و درافت داریم. فعلا دوستان شما این صفحه که میبینین این صفحه پرینت لیاوت است. در حالت پرینت لیاوت ما شما تغییرات آورده میتونیم در فایل ورد خود چاپ کرده میتونیم. و اگر شما ببینید در قسمت پایین در قسمت استاتوس بار ما در قسمت سه گزینه داریم. یکی رید مود است، یکی پرینت لیاوت است و یکی ویب لیاوت است. از این طریق هم میتونیم که از حالت پرینت لیاوت به چی تغییر بدیم؟ به رید مود تغییر بدیم. رید مود حالتی است که ما تنها متن نخوانده میتونیم ولی تغییرات دو آورده نمیتونیم. ببینید دوستا از قسمت بٹن رایت و لفت میتونیم که صفحات ورد حرکت بدیم. این حالت چی است؟ رید مود هست. اگر شما دوباره تغییر بدین به پرینت لیاوت بالای گزینه پرینت لیاوت کلیک میکنین. از قسمت تاب ویو و بخش ویوز میتونیم حالت رید مود انتخاب کنیم. بازم با حالت رید مود قرار میگیره. خب بخش بعدی دوستا که برای شما گفتیم پرینت لیاوت است، حالت نرمال صفحه است. ویب لیاوت اگر ما بریم از تاب ویو و آپشن ویب لیاوت بالای از گزینه کلیک کنیم این آپشن انتخاب کنیم حالت صفحه ورد ما شما حالت صفحه ویب میگیره که ما به این شکل میتونیم متن‌ها رو در صفحات ویب هم بخوانیم. خب در قسمت گزینه ویب لیاوت در بخش استاتوس بار هم داریم دوستا. زمانی کرسر ما قرار میتیم ویب لیاوت است. میتونیم دوباره با حالت چی تغییر بدیم؟ پرینت لیاوت. یا از این قسمت میتونیم که با حالت چی تغییر بدیم؟ پرینت لیاوت یا ویب لیاوت است. خب گزینه بعدی اوتلاین است. از اوتلاین در کجا استفاده کرده میتونیم؟ از اوتلاین در بخش تهیه اخبار گزارشات میتونیم استفاده کنیم. زمانی که ما دوستان بالای گزینه اوتلاین کلیک میکنیم یک تاب جدید باز میشه به نام اوتلاین. خب در این قسمت در بخش اوتلاین تولز ما چه گزینه ها را داریم؟ یکی دوستا پروموت هست، پروموت هیدینگ یا پروموت تو هیدینگ است، یا در قسمت دیموت تو بادی تکست است. ما اگر دوستا بخوایم که این عنوان را یا این هیدینگ را به تکست تبدیل کنیم در قسمت ما کلیک کرده میم بالای گزینه دیموت تو بادی تکست کلیک میکنیم. عنوان را بردیم در متن، این عنوان را به متن تبدیل کردیم. اگر دوباره دوستا بخوایم که عنوان را یا متن به عنوان تغییر بدیم بالای گزینه چی کلیک میکنیم؟ پروموت تو هیدینگ. پس ایرا دوستا به هیدینگ. خب در قسمت دو گزینه دیگه هم داریم دوستا. یکی دیموت هست، یکی پروموت هست. میتونیم بازم لیول های زیر تغییر بدیم. فعلا دوستان لیول 1 هست کامپیوتر. اگر بریم بالای گزینه دیموت کلیک کنیم به لیول 2 تغییر میکنه. لیست از لیول ها را میتونیم در قسمت ببینیم. یا اگر دوباره بالای گزینه دیموت بازم کلیک کنیم به لیول 3 تغییر میکنه عنوان ما شما. دوباره در قسمت بالای گزینه پروموت کلیک کنیم بازم به لیول 1 از لیول بعدی به لیول قبلی میه. شورتکت از دوستا چی هست؟ از کیبورد کنترل و چی هست؟ Alt Shift Left است. Alt Shift و Left است.
اروکی لفت. یا یک قسمت آلت شیفت رایت است، اروکی رایت است که ما میتونیم که لیول را تغییر بدیم، لیول 2، لیول 3 و لیول 4. خب دوستان یک قسمت اگر ما از کیبورد بریم آلت شیفت و اروکی طرف راست کلیک کنیم به لیول 2، لیول 3، لیول 4، یا دوباره در قسمت آلت شیفت و اروکی لفت کلیک کنیم برعکس انجام میده، از لیول بعدی به لیول قبلی میره. خب موضوع بعدی در قسمت دو گزینه داریم، یکی موو اپ است، یکی موو داون است. از طریق موو اپ ما شما میتونیم که عنوان جایش تغییر بدیم. مثلا ما اگر بیم فعلا در چس موو اپ است، دوسری قسمت عنوان شما بیم بالای گزینه موو داون کلیک کنیم، عنوان میتونیم پایین بریم، ترتیب عنوان یا جای عنوان میتونیم تغییر بدیم. از طریق موو اپ بیاریم به بالا و از طریق موو داون بیاریم به پایین. دوستان دو گزینه بعدی در قسمت است که اکسپند است، یکی کلپس است. از طریق اکسپند و کلپس میتونیم که متن خود بسته کنیم، باز و بسته کنیم. فعلا دوستان ما در قسمت در بخش عنوان کامپیوتر گزارش داریم. دوستان میتونیم گزارش مربوط کامپیوتر کلپس بسازیم، بسته کنیم. بالای گزینه کلپس کلیک میکنیم، اول در قسمت کلیک کرده در پهلوی عنوان بالای گزینه کلپس کلیک میکنیم. ما چند تا عنوان داریم، یکی کامپیوتر است، یک کاینز اف کامپیوتر است، یک هاردویر است و یک سافتویر است. به این شکل شما میتونید که در بخش تهیه گزارش ها و سرخط اخبار در قسمت یا سرخط اخبار را چیکار کنید، یک قسمت لیست کنید و داخل هر سرخط گزارش ها را چیکار کنید دوستا برید اینجا جاگزین کنید. فعلا دوستا اگر ما بریم بالای گزینه اکسپند کلیک کنیم در قسمت و متن برای ما باز میکنه، یا در قسمت بالای علامه مثبت کلیک کنیم برای ما باز میکنه کاینز اف کامپیوتر، یا مثلا تشریح درباره خود کامپیوتر رو باز کنیم. خب کرسر ما بالای علامه مثبت برده دبل کلیک میکنیم برای ما شما باز میکنه. این وظیفه کلپس و چیز اکسپند است. خب موضوع بعدی قسمت ما میتونیم تمام لیول ها رو ببینیم، مثلا لیول 3، لیول 4. اگر ما به دوستا پهلوی عنوان کامپیوتر کلیک کنیم، اینجا انتخاب کنیم لیول چند، لیول 7 و تمام لیول های زیر مجموعه زیر میره دوستا برای ما شما قرار میده. اگر نخواستین لیول 1 باشه یا مثلا لیول 2 باشه، لیول 2 هم برای ما نشان میده، لیول 3 رو برای ما نشان میده، یا مثلا لیول 4 رو برای ما نشان میده. ما لیول 4 نداریم، فعلا 3 لیول داریم، کامپیوتر لیول 1، کاینز اف کامپیوتر لیول 2، هاردویر و سافتویر لیول 3 هست. فعلا لیول 1 رو انتخاب کرده و بالای گزینه چی کلیک میکنیم، اکسپند کلیک میکنیم دوستا، به این شکل برای ما شما باز میکنه. خب آیا فرمت عنوان برای ما نشان بده یا نه؟ حالا کامپیوتر یک عنوان داره، بالای گزینه تیک از قسمت بالا میکنیم شو تکست فارمتینگ، دیگر فرمتی نداره، اگر تیک بذاریم بعدم فرمت میگیره. خب دوستان ما میخوایم که از هر پاراگراف فقط خط اولش برای ما نشان بده، دیگرها داخل خط اول پنهان شود. ببینید خط اول یا از پاراگراف بعدی این خط برای ما شما نشان بده. چیکار کنیم؟ پس ما شما بریم اول در بالای عنوان کلیک میکنیم در قسمت و بریم بالای گزینه شو فرست لاین اونلی، از هر پاراگراف برای ما دوستا خط اولش نشان میده. این چند پاراگراف است؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. به این شکل تعداد پاراگراف است و این 3 خط به این معنی است که داخل این خط چندین خط دیگر موجود است. اگر نخواستین و این تیک را بالا میکنین. خب این بود از بخش اوتلاین برنامه ورد و تب ویو. خب دوستا گزینه بعدی درافت است. از طریق درافت ما شما میتونیم که متن خود را برای چی استفاده کنیم؟ برای ادیتینگ یا برای ویرایش سره. خب اگر دوستا ما بریم بالای گزینه درافت کلیک کنیم، حالا متن به این شکل قرار میگیره. در حالت درافت اگر ما متن را چاپ کنیم یا مثلا پرینت کنیم با کمترین کیفیت و متن چی میکنه دوستا؟ چاپ میکنه یا پرینت میکنه و متن خودم در حالت میتونیم ادیت کنیم. و اگر نخواستیم من از قسمت پرینت لیاوت با حالت پرینت لیاوت قرار میدین. موضوع بعدی دوسری قسمت فوکس هست. گروپ بعدی امرسیف. اگر بالای گزینه فوکس کلیک کنیم، حالا هر صفحه برای ما دوستا فوکس میکنه. در قسمت ببینید هر صفحه یک فوکس داره. اگر از حالت فوکس خارج شدین از کیبورد اسکیپ را کلیک میکنین. خب در قسمت بالای گزینه امرسیف دوستا کلیک میکنیم. حالتی هست که ما میتونیم فاصله بین هر کلمه و هر حرف را از یک قسمت تعیین کنیم.
خب اگر دوستان ما در قسمت کالم بید میگم که فاصله بین کالم ها بسیار دور باشه و غیر نرو. فاصله بین هر کالم دوستان ببینین و در قسمت کلیک کردن نرو کمی چی باشه نزدیکتر باشه، یا میگم که مدیریت شده باشه، یا از این قسمت آمده میگم واید باشه، بسیار مثلا گسترده باشه. خب بهترین حالت به حالت چی هست دوستان؟ نرو هست، یا مثلا از این قسمت آمده میگیم حالت مدیریت شده است. بخش بعد قسمت میتونیم که رنگ سفر دوستان تغییر بدیم که کدام رنگ داشته باشه. از این قسمت میتونیم که سفر به اساس تعداد خط ها فوکس کنیم. بالای گزینه اگر نن انتخاب کنیم هیچ فوکس نمیکنه. بالای گزینه وان لاین یک خط دوستان برای شما فوکس میکنه که ما میتونیم به صورت دقیق خط ها را بخونیم و چک کنیم. و مثلا از این بٹن ها میتونیم بالا و پایین متن حرکت بدیم. یا در قسمت آمده بالای گزینه 3 لاین سه خط دوستا برای شما چی کنه فوکس کنه، یا موضوعی بعد قسمت 5 لاین 5 خط برای ما فوکس کنه. خب حالت چی هست دوستا؟ ایره نن میگیریم از قسمت تکست اسپیسینگ. فاصله دوستا ببینید فاصله بین حروف ها و کلماتی که یا جملاتی که در فایل ورد ما شما قرار داره، مثلا فاصله بین ویدیو یا مثلا provides. خب در قسمت آمده ما میتونیم فاصله ها رو دوباره غیر فعال کنیم، یا سیلابل است، مثلا چند هجا است، ویدیو 2 هجا است، provides 3 هجا است، مثلا provides 2 هجا است. یا در قسمت آمده مثلا میگم powerful 3 هجا است. این کلمه ما شما 3 هجا است یا 3 سیلاب است. سیلابش برای ما شما یا هجایش چیکار میکنه مشخص میکنه. read aloud powerful way to help you improve your points. ببینید دوستا برای ما شما کلمات با صدای بلند میخوانه. و گروپ آخری کلوز امرسیو ریدر است که حالت خوانی شما میتونیم از این قسمت بسته کنیم. خب دوباره در تب ویو آمده گزینه بعدی و ورتیکال از حالا سفر برای ما شما به شکل عمودی دوستان نشان میده. در قسمت اگر کلیک کنیم سایت تو سایت تعداد صفحات دوستا میتونیم با پهلو هر دو سفر پهلو به پهلو برای ما شما نشان میده. از اسکرول پایین میتونیم که صفحات دوستا به این شکل حرکت بدیم. خب اگر نخواستین حالت ورتیکال انتخاب میکنین گزینه بعدی رولر است. رولر فعلا فعال است. بسیار یک بخش مهم در برنامه ورد است که ما توسط رولر میتونیم متن خود به صورت دقیق و منظم در قسمت تنظیم کنیم که متن ما در کدام قسمت باشه. ایره میگه هوریزونتال رولر. یا در قسمت ما شما ورتیکال رولر داریم، خطکش عمودی که راحت میتونیم متن خود در برنامه ورد تنظیم کنیم. فاصله های مثلا از سمت بالا و چپ و پایین و راست. خب اگر خواستین رولر فعال باشه، خب قبلا فعال بود و حالا ما غیر فعال کردیم و در قسمت اگر تیک بزنیم فعال میشه. گریت لاینز خطهای باریک در بک‌گراند متن برای ما شما ظاهر میشه که ما میتونیم جدول ها را راحت‌تر بالای گریت لاین رسم کنیم. گزینه بعدی نویگیشن پن است که از این قسمت ما شما میتونیم که کلمات جستجو کنیم، مثلا در کاینز آف کامپیوتر ببینید در صفحه کاینز آف کامپیوتر برای ما شما یا معلومات هاردور را برای ما پیدا کنیم یا سافت ویر را برای ما پیدا کنیم. در قسمت تعداد صفحات دیدن میتونیم دوستا که چند صفحه فعلا ما شما باز کردیم یا داریم و در قسمت نتیجه را میتونیم که هر قدر کلماتی که ما سرچ کنیم در قسمت نتیجه رو برای ما نشان میده. مثلا ما کلمه ورد سرچ میکنیم در ریزالت دوستا ببینید برای ما نشان میده که 3 تا کلمه به نام ورد شما پیدا کردین. این میگه نویگیشن پن. خب بخش بعدی دوستا زوم هست که ما سفر از قسمت پایین استدیس بارم میتونیم زوم کنیم. حد اقل زوم 100% و حد اکثرش 500% و نرمالش 100% هست. در قسمت هم آماده میتونیم که 200% زوم کنیم یا مثلا 75%. ببینین 75% است. یا در قسمت کلیک کرده و به صورت دلخواه میتونیم مثلا 80% زوم شود. یا گزینه بعدی به اندازه عرض صفحه زوم شود. ببینین عرض صفحه. یا در قسمت آمده به اندازه عرض تکست یا متن زوم شود. در قسمت آمده میگم که تمام صفحه شود زوم شود. یعنی تمام صفحه مکمل برای ما به این شکل نشان میده دوستا. خب و در قسمت گزینه بعدی دوستا منی پیج چندین صفحه برای ما نشان میده که همون حد اقل زوم است 10% است. و اگر شما خواستین حالت نرمال بالای گزینه 100% کلیک میکنین.
خب موضوع بعدی دوستان قسمت چی است؟ ما و شما داره وان پیج یک سفر برای ما نشان میده، مالتی پیج چندین سفر نشان میده، پیج وید به اندازه عرض صفحه قبلا در داخل زوم ما اینا رو کار کرده ایم و بهترین حالت ما 100% است. این بود از بخش زوم. بخش بعدی دوستان ویندو هست. فعلا ما چند تا ویندو داریم؟ یک تا ویندو داریم. اگر بالای گزینه نیو ویندو کلیک کنیم و برای این یک رنگ دیگر رو دوستان انتخاب کنیم، از قسمت دیزاین آمدن و رنگ صفحه رو دوستان میگیریم که مثلا کدام رنگ باشه، این یک رنگ باشه. بازم در قسمت دوستان در ویندوی اولی آمده، یک ویندوی دیگر هم باز میکنیم و رنگ ویندو دوستان چی باشه. از قسمت دیزاین آمده و رنگ زیر ما شما پیچ کالا رو میگیریم به توی رنگ. فعلا دوستان ما چند تا ویندو داریم؟ 3 تا ویندو داریم. چند تا؟ 3 تا. البته این تغییر بدیم. خب رنگ از دوستان یک رنگ فعلا ایره میگیریم چی؟ نن باشه یا نن کالر انتخاب میکنیم. فقط این قسمت را برای یک رنگ میدیم. این قسمت یک رنگ دیگر برای انتخاب میکنیم. از قسمت کجا؟ از بخش هوم و بخش کالر از قسمت میتونیم که یا بک‌گراندش تغییر بدیم. مثلا این یک رنگ برای انتخاب میکنیم. دوستان فعلا ما شما 3 تا چی داریم؟ 3 تا البته 3 تا ویندو داریم. خب در قسمت آمده و بخش تاب ویو. خب نیو ویندو به این معنی است که ما یک ویندوی جدید باز میکنیم. خب ارنج آل تمامش برای ما شود تنظیم شود. بالای گزینه ارنج آل فعلا 3 تا ویندو را دوستان به شکل هوریزونتال برای ما شما باز کرده. خب اگر از قسمت ما شما ماکسیمایز بسازیم و این را اسپلیت کنیم، صفحه را دوستان اسپلیت وظیفه‌ش است که صفحه را دو نصف میکنه. ببینین یک صفحه را به 2 قسمت تقسیم کرد. قسمی که ما و شما قبلا جدول ها را از هم دیگر چی میکردیم در برنامه ورد جدا میکردیم. اگر بالای گزینه ریموو اسپلیت کلیک کنیم دوباره صفحه را از حالت اسپلیت خارج میسازه. خب گزینه بعدی ویو ساید بای ساید، ویندوها یا پنجره ها را برای ما شما به پهلو نشان میده. کمپر ساید بای ساید و بالای گزینه اوکی کلیک میکنیم. حالا دوستان 2 صفحه را برای ما شما پهلو نشان میده. خب دوباره در قسمت آمده و از بخش چه است دوستان؟ سیگنالایز اسکرولینگ. فعلا اگر ما این را مینیمایز بسازیم و هر 2 صفحه را دوستان اگر حرکت بدیم حرکت میکنه. میگیم یکیش ایستاده باشه متوقف باشه و دیگری حرکت کنه. از قسمت ماکسیمایز آمده دوستان و در قسمت میگم که چی باشه؟ سیگنالایز فعال باشه. دوباره مینیمایز میکنیم. حالا دوستان اگر حرکت بدیم یک ویندوی ما شما متوقف است یا استاپ است دیگه چی میکنه؟ حرکت میکنه. خب بخش بعدی قسمت دوستان چی است؟ ریست ویندوز پوزیشن. پس به حالت اولی برگرده. حالت اولی چی بود؟ ساید بای ساید بود. خب بخش بعدی دوستان سویچ هست. ما 3 تا ویندوی برام چی داریم؟ افغانستان داریم. از هر کدامش میتونیم که وارد شویم. مثلا این ویندوی چندمی بود؟ 3 بود. یا از ویندوی 3 از تاب ویو ما شما میتونیم که وارد ویندوی چندمی شویم؟ اولی شویم. یعنی ویندوی اولی ما شما بود. خب بخش بعدی دوستان چی است؟ ماکرو است. ماکرو بسیار کارهای زیاد را در ورد انجام میده. اگر ما یک صفحه جدید باز کنیم در قسمت ویندوی جدید در بخش ویو آمده و بالای گزینه ماکرو، کاری که ما بدون ریکارد در ماکرو انجام داده میتونیم. یک کارا چی است دوستان؟ آوردن یا پیدا کردن شورتکت های کامپیوتر است. شورتکت های مثلا که در ورد استفاده میشه یا در ویندوز استفاده میشه. او شورتکت ها رو میتونیم از این قسمت بیاریم. بالای گزینه ویو ریکارد کلیک کرده از این قسمت ما شما ورد کامند رو انتخاب کرده و در قسمت نوشته میکنیم که چی؟ لیست کامند. زمان که لیست نوشته کنیم لیست کامند ظاهر میشه. بالای گزینه رن کلیک میکنیم میگیم کرین کیبورد سیتینگ. تمام شورتکت های کیبورد برای ما اینجا بیار. بالای گزینه اوکی کلیک میکنیم. طریقه پیدا کردن تمام شورتکت های کامپیوتر مخصوصا در ورد و اکسل یا مثلا ویندوز از این قسمت آوردن میتونیم. در چند صفحه است دوستان؟ 11 صفحه است. این کاربرد یک از کاربردهای چه است؟ ماکرو است. خب گزینه بعدی پراپرتیز است که ما میتونیم جزئیات فایل ورد خود از این قسمت بخوانیم و ببینیم. این قبلا در کجا کار کرده بودیم؟ در تاب فایل و بخش اینفو کار کرده بودیم.
ای بود دوستای عزیز از درس‌های برنامه ورد و برنامه ورد به اینجا به اتمام رسید و در جلسه بعدی انشالله ما شما برنامه اکسل شروع میکنیم با جدیت بسیار زیاد. خب اگر درس‌های کانال حیدری میدیو برای شما موثر تمام میشه، مفید است، میتونید کانال ما را سابسکرایب، لایک و کامنت بگذارین و ما را حمایت کنین تا بتونیم برای شما ویدیوهای موثر و مفید را اشتراک گذاری کنیم. وقتتان بخیر، موفق و سلامت باشین.